ما که باختیم، ما که رفت. سلام. من فکر میکنم به هیچ شکلی خدا نمیتونست خودش رو به آدمیان نشون بده. باید یه چیزی خلق میکرد که شبیه ترین کس بود به خودش، ولی قابل لمس، قابل دیدن، قابل شنیدن و قابل بوییدن. خیلی فکر کرد تا مادر را آفرید. مادر که همیشه توی غذاهایی که درست میکنه سیره. دقت کردید؟ میگه مادر، میگه من که خوردم، من اشتها ندارم، من سیرم، شما بخورید. هیچ وقت توی خورشتاش گوش نداره. یا میریزه برای اعظم، یا میریزه برای اکرم، یا میریزه برای رضا، یا میریزه برای علی. خدا خواست بگه من چقدر فداکارم. خدا خواست بگه من چقدر ارحم الراحمینم. خدا خواست بگه من چقدر تو رو دوست دارم، بنده من. مادر را آفرید که داستان‌های از خودگذشتگی، مهربانی، ایثار و گذشتش آدم رو متعجب میکنه. مگه داریم؟ مگه میشه؟ مگه ممکنه یک انسانی اینقدر از خودش بگذره که دیگری، که فرزندش، که دخترش، که پسرش ناراحت نشه، اذیت نشه؟ میدونی اینو برای چی گفتم؟ خواستم بهت بگم بوسیدن سنگ سردش هیچ وقت نمیتونه جای بوسیدن دست گرمش رو بگیره. نشستن کنار یک سنگ سرد، گلاب روش ریختن و گلها رو پرپر کردن هیچ وقت نمیتونه جای نشستن کنارش و بوییدنش و بغل کردنش رو بگیره. ما که باختیم، ما که رفت. زودم رفت، اما تویی که داریش نکنه روز مادر رو با یه دونه پیامک بهش تبریک بگی، یا بری یه ژاکتی، شال گردنی، چیزی بخری و بگی که مادر جانی کادو تو با اسنپ برات فرستادم، روزت مبارک. کادو میخواد چه کنه؟ بچه‌شو میخواد، نوه‌شو میخواد تو رو تو آغوش بگیره، بو کنه. برای مادر تو هنوز همون بوی